برگشته امیر تاندر بزرگ. سلام بچه‌ها، امیر تاندر هستم و خیلی 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 خوش اومدین. بالاخره بنده بعد از 4 سال که نشد دیگه گوه نخور، ولی بعد از 2 سال بنده برگشتم به یوتیوب. حالا دلایلی داشتم که نبودم، الان واقعیتش خیلی پخته تر شدم از هر نظری که بگی. موقعی که من یوتیوب شروع کردم حدود 4 سال و نیم 3 سال و نیم پیش همین حدودا بود، اصلا پخته نبودم و الان که به این نقطه رسیدم و خودمو بیشتر از قبل باور دارم، به نظرم که میتونم. میدونید تو این 2 سال من بیشتر خودم کار کردم، یعنی اصلا اینجوری نبوده که بخوام مثلا دب باشم یا هر اتفاقی. شاید یه سری موقع آره بوده، مثلا افسردگی اومده سمتم، ولی رفته. بعد از چند وقت رفته. رو خودم خیلی کار کردم این 2 سال. به جز اینجا که دارم برای شما ویدیو میگیرم، یه شغل ثابت دیگه هم دارم. خیلی وقتا شده من تا ساعت مثلا 1 شب، از 7 صبح تا 1 شب من سر کار بودم، ولی مطمئن باشین که برگشتم یه جوریه که دیگه نمیخوام برم. میدونی، یعنی میخوام بمونم. واقعا ازتون خواهش میکنم، از ته قلبم خواهش دارم ازتون این ویدیو رو لایک کنین، شیر کنین که من بتونم دوباره برگردم. دوست دارم چنلم دوباره برگرده به اون همون حالت طبیعیش که سابسکرایبر میگیره. در آخر بگم که از صمیم قلبم من عاشق شما. love for you. مرسی که ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. عشق منین.